اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای جوانان این امت بزرگترین فتنه است که در طول تاریخ بشریت نظیر آن دیده نمی شود. معنای فتنه آزمایش و امتحان است. اینترنت و شبکه‌های اجتماعی جایی است که در آن انجام کار گناه و کار ثواب خیلی آسان است. به همین خاطر است که خداوند با آن بندگانش را امتحان می کند که چگونه آن را استفاده می برند. یک جوان مسلمان می تواند با یک لایک هزاران ثواب به دست آورد و هزاران نفر دیگر را به آن شریک سازد و با همین یک لایک می تواند هزاران گناه را انجام دهد و هزاران نفر دیگر را به گناه بکشاند. ببینید چقدر فتنه و آزمایش بزرگ است. ولی جوانان امروز بجای آن که آن را درست استفاده برند و فایده های دینی و دنیوی حاصل کنند، برعکس در آن بیشتر و بیشتر به کارهای گناه مشغول می شوند. تماشای رسم و نوارهای فحشا و پهن کردن آن، تحقیر و اهانت و ریزاندن آبرو و شرمنده کردن دیگران، دشنام و حقارت‌های فحش، صحبت‌های محرمانه مردان و زنان بیگانه و فرستادن رسم و نوارهای فحشا برای همدیگر و صدها گناه دیگر در همین اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شوند. ببینید که این اینترنت و شبکه‌های اجتماعی زنان شوهردار و دختران درون خانه را که کس موی سری آنها را ندیده بود، امروز رسم و نوارهای فحش آنها در شبکه‌ها دور میزند و هزاران نفر بدن برهنه و لوچ آنها را تماشا میکنند. پناه به خداوند. برادران و خواهران عزیز، از همه گناهانی که در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انجام میدهید قطعاً پرهیز نمایید. بترسید از آن روزی که بمیرید و گناهان شما در شبکه‌ها زنده باشند و بعد از مرگ هم در نامه اعمال شما گناه ثبت شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.